بچه ها سلام، من زهره رضایی هستم. به یه ویدیو آموزشی دیگه خوش اومدید. بچه ها توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که توی خونه چجوری وکس یا خمیر گریم درست کنید. همونجور که میدونید خمیر گریم جزء چیزهای خیلی گرون هستش، ولی اون رو میتونید به راحتی توی خونه درست کنید. مواد خیلی زیادی هم احتیاج ندارید، فقط آرد و وازلین نیاز هستش. خب ما اینجا آرد داریم، آرد زیادی هم نمیخوایم، به مقدار خیلی کم میخوایم درست کنیم. وازلین احتیاج داریم، حالا هر برندی که بود. اسپاچولا نیاز داریم. این وسیله خیلی خوبی هستش و برداشتن مواد برای حالا ایجاد کردن بریدگی ها و زخم ها، کار کردن با همین خمیر گومزی که میخوایم در واقع درست بکنیم. و اینکه یک ظرف که بخوایم اینها رو با هم دیگه مخلوط بکنیم. خب بچه ها سعی کنید که اول آرد رو حالا یا الک بکنید، یعنی که همش بزنید که حالا اگر که دونه‌ای داخلش هست، گلوله‌ای داخلش هست، این حل بشه. خب من سعی میکنم از یه قاشق آرد استفاده بکنم و اینکه زیاد آرد استفاده نکنم. خب حالا در اینجا ما میایم از در واقع وازلین، اون هم در ابتدا به مقدار کم، یعنی یه ذره وازلین رو بهش اضافه بکنید و اینکه این رو مخلوط کنید. بچه درست کردن خمیر قومز یا همین خمیر در واقع وکس، خمیر گریم، حالا به اسمایی در بازار معروف هستش با برندهای مختلف. در واقع این درست کردنش مقدار صبر و حوصله نیاز داره و اینکه در واقع شما بایستی با حوصله این کار رو انجام بدید. اینکه وقتی که بار اول میخواید این کار رو انجام بدید، سعی بکنید که در واقع از مواد کمتری استفاده کنید و اینکه حالا هم قلق کار دستتون بیاد، همین که بیشتر در حدی باشه که واسه مصرف همون روزتون هست، یعنی که نهایتا مصرف یک هفتهتون هست. به خاطر اینکه امکان اینکه خراب بشه در واقع هستش. بعد از این هم که خمیرتون آماده شد، خمیرتون باید حتما داخل ظرف دربسته و یا داخل نایلون سلفون نگهداری بکنید و اون رو داخل یخچال بگذارید و اینکه داخل یخچال ازش نگهداری بکنید. من از اینجا یه مقدار با دستم سعی کنم رو ورزش بدم که اگر که باز هم نیاز به در واقع وازلین بود، بهش وازلین اضافه کنم. بچه یه موقع اگر که انجامش دارید، تست کردید که مقدار وازلینش خیلی زیاد شده، میتونید آرد اضافه بکنید، کارتون اصلا خراب نمیشه و مشکل پیش نمیاد. دید وازلینش زیاد هست، اون موقع هم در واقع به دستتون میچسبه. اینجوریه که الان داره خورد میشه، این یعنی که هنوز نیاز به وازلین داره. اما یه موقعی هستش که خورد نمیشه اما به دستتون میچسبه، اون زمان در واقع وازلینش زیاد هست و اینکه میتونید کم کم آرد بهش اضافه بکنید. بچه‌ها توی این کار درست کردن خمیر گومز یا خمیر وکس، به ما وکس هم بهش میگن، خمیر وکس، شما اصلا نبایستی از روغن استفاده بکنید، به خاطر اینکه در واقع روغن چربی خیلی زیادی داره و چربی خیلی زیادی رو به کارتون میده و اینکه در واقع باعث میشه که کارتون خیلی چرب بشه و به هیچ عنوان نتونید اصلا باش کار بکنید. و نکته دیگه این هستش که به هیچ عنوان آب هم در واقع توش استفاده نکنید، از آب هم استفاده نکنید داخلش،
و نکته دیگه این که بچه‌ها میتونید بعد از اینکه خمیرتون آماده شد از یه مقدار خیلی کم از حالا پنکیکتون یا در واقع مایه کرم پودرتون یه مقدار کوچیک داخل این خمیر استفاده بکنید که حالا خمیرتون رنگی بشه و رنگ پوست رو بگیره، ولی به همین صورتی که رنگ خامش هست براتون بهتر هست و زمانی که حالا اون زخم بریدگی و اون موردی رو که خواستید رو در واقع بچه ها دیگه به دست نمیچسبه، اون در واقع زخم بریدگی یا حالا اون برای چهره، تغییر چهره، بینی، گونه، هر چیزی رو که مد نظرتون هست با این خمیر آماده کردید اون زمان میتونید رنگ بهش بدید و اینکه از رنگی که حالا اون زمان بسته به نیازتون هست استفاده بکنید. خب بچه ها این خمیر ما آماده است و دیگه به دست نمیچسبه، خیلی هم خمیر نرم و منعطفی هستش و اینکه زمانی که داخل یخچال میگذارید خمیر سفت میشه به خاطر حالا اون وازلینی که داره. وقتی که از یخچال خارج میکنید داخل دمای محیط قرار میگیره، این در واقع برمیگرد به همون انعطاف بودن خودش. بچه این از خمیر ما همونطور که میبینید به دستم دیگه نمیچسبه و به راحتی میتونید به اون فرم بدید، شکل بدید، اون رو میتونید در واقع به همین راحتی فیدش بکنید و روی پوست قرارش بدید و میبینید که خیلی در واقع نرم و لطیف است. بچه از این خمیر برای کارهای حرفه‌ای نمیتونید استفاده بکنید. از این خمیر میتونید برای مواقعی که تازه کار رو شروع کردید، دوست دارید کار رو یاد بگیرید، در واقع از این خمیر بایستی برای تمرین هاتون استفاده بکنید و اینکه به اصطلاح خب چون خمیر گرونی هست در واقع خرجتون کمتر میشه، میرید به راحتی روی پوست هم در واقع فید میشه و به راحتی میتونید از این خمیر در کارهاتون، کارهای آموزشی، کارهایی که تمرینی هست ازش استفاده بکنید. خب دوستان خمیر رو که آماده کردید، خب من جمعش بکنم دوباره. خب خمیر رو که آماده کردید، این خمیر رو بهتر هستش که داخل یک نایلون یا سلفون یا یک ظرف در بسته نگهداری بکنید و داخل یخچال نگهداریش بکنید تا زمان خراب شدنش رو این مقدار به تأخیر بدید. خب دوستان خیلی خوشحال شدم از اینکه با یه آموزش دیگه در خدمتتون بودم. حالا در آموزش های بعدی در واقع درست کردن خون رو هم بهتون آموزش میدم تا بتونیم با این خمیرمون و اون خونی که در واقع دستاس هست و در خونه درست کردیم بتونیم با هم دیگه یک زخمی رو هم انجام بدیم که ببینید به راحتی میشه با این خمیر کار کرد و اینکه به راحتی میتونید باهاش تمرین‌های خودتون رو انجام بدید. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. Pas trop parler, trop de gens déshumanisés. C'est sûr personne n'aime travailler, mais si tu veux manger faut se bouger. Ils voudraient tant nous dépasser, ils courent mais ne peuvent pas nous rattraper. Je ne prétends pas être arrivé, mais ne prétendez pas nous aimer. Je n'ai pas le temps pour la haine, les mauvaises énergies. Je suis concentrée sur ma vie, et ça n'a pas de prix. Je n'écoute plus les on-dit. Je reste constante, je ne veux plus les croire. Moi j'ai déjà trop donné par ici. Eux ils parlent mais moi j'agis. Oh non non, ça dérange tous ceux
que je fais, ça dérange. Quand il voit ma vie, ça dérange. Il voudrait qu'on échange. Ça dérange, tout ce que je fais, ça dérange. De critiquer, ça les démange. Que ce monde est étrange. Chaque fois que j'avance, j'entends toutes ces voix. Tu vas te planter, tu y arriveras pas. Comme si tu pouvais gagner de l'argent en faisant ce que t'aimes, simplement j'essaie. بچه ها سلام، من زر رضایی هستم. به یه ویدیو آموزشی دیگه خوش اومدید. بچه ها توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری توی خونه مصنوعی درست کنیم. همونجور که میدونید متریال گریم جزء چیزهای خیلی گرون هست، ولی بعضی از اونها رو شما میتونید به راحتی توی خونه درست کنید. برای درست کردن خونه مصنوعی به مواد خیلی زیادی احتیاج ندارید. فقط لبن و پودر قند یا شکر احتیاج دارید. خب در اینجا من توضیحاتی رو در مورد خون مصنوعی و انواعش بگم. اکثر خونهای مصنوعی قابل خوردن هستن و گاهن خونهایی رو هم داریم که صرفاً برای مصرف خارجی هستن و نباید خورده بشن. خونهای مصنوعی در انواع چسبناک و یا غیر چسبناک تولید میشن. خب ما میخوایم خون غیر چسبناک روشن یا همون خون تازه رو درست کنیم. خب من لبوها رو شستم، پوستشون رو تمیز کردم، با یک لیوان آب میذارم تا بپزن. حواستون باشه که ما در نهایت به آب لبوها احتیاج داریم. زمانی که لبوها پخت، اونها رو از داخل ظرف برمیداریم و آب لبوها رو با 2 تا 3 قاشق شکر یا پودر قند و 1 قاشق مرباخوری آرد ذرت دوباره میذاریم تا بجوشه و به غلظت برسه. توجه داشته باشید که اگر میخواید خونتون چسبندگی بیشتری داشته باشه، مقدار پودر قند رو بیشتر کنید و اگر میخواید تیره تر بشه، زمان بیشتری رو بهش بدید برای جوشوندن. زمانی که به غلظت مورد نظر رسید، ظرف رو از روی حرارت برمی‌داریم و بعد از سرد شدن خون مصنوعی رو داخل ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری می‌کنیم. این خون رو اگر در ظرف دربسته و در جای خنک نگهداری کنید، تا مدت زمان 1 سال میتونید ازش استفاده کنید. خب الان من خون آماده شده رو روی دستم تست میکنم. ببینید این خون مصنوعی چسبناک و تیره هست که روی پوست ثابت میمونه و به عنوان خون مرده میشه ازش استفاده کرد و برای زخم‌های کهنه ازش استفاده میشه. و اما خون غیر چسبناک و روشن و زنده‌مون رو هم تست کنم. خون زنده به خونی میگن که تازه است، هنوز اکسیژن داخلش وجود داره. ببینید خون روشن برای زخم‌های تازه استفاده میشه و به راحتی روی پوست حرکت میکنه. خوشحالم که با یه آموزش دیگه در کنارتون بودم. امیدوارم این خون مصنوعی رو آماده کنید و در تمرین هاتون ازش استفاده کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدایا رو نگهدارتون باشه.